سوال شده که زندگی آیرین گلم چجوری بوده؟ پس این ویدیو رو تا آخر ببین. بیاید اول از ویژگی‌های آیرین گلم صحبت کنیم. قدرت و استقامت. هممون میدونیم که این موجودات آهنی چقدر قوی‌ان. وقتی میخوایم بکشیمشون نزدیک 1 دقیقه شاید بیشتر طول بکشه. حفاظت از دهکده. آیرین گلم‌ها برنامه‌ریزی شدن تا از ویلیج محافظت کنن. و هوش مصنوعی قوی. آیرین گلم‌ها از هوش مصنوعی خیلی قوی ساخته شده که کمک میکنه تا بتونه از ویلیج مراقبت کنن. و اما سوالی که برای هممون پیش میاد اینه که زندگی آیرین گلم‌ها چجوری بوده؟ برای جواب دادن به این سوال باید برگردیم به گذشته‌های ماینکرافت. یعنی موقعی که تازه آیرین گلم به ماینکرافت اضافه شده بود و زیاد جزئیات خاصی نداشت و مثل یه مجسمه آهنی بود. اما با گذشت زمان با آیرین گلم‌ها جزئیات اضافه شد و همچنین هوش مصنوعی آنها هم پیشرفته تر شد که این یکی از مهمترین پیشرفت‌های آیرین گلم بود. همچنین سازنده‌ها کم کم تعامل با محیط را به هوش مصنوعی آیرین گلم اضافه کردند. و اصل مطلب، آیا آیرین گلم‌ها قبلا هم این شکلی بودن؟ بچه آیرین گلم‌ها قبلا پلیر بودن مثل اندرمن‌ها. آیرین گلم‌ها با یک جادو این شکلی شدن، اما معلوم نیست که اون جادوی ویچ بوده یا سازنده‌ها تصمیم گرفتن این کار کنن یا نه. و خلاصه ویدیو، آیرین گلم‌ها قبلا مثل ما یه پلیری بودن که اونا هم مثل ما پلیر بودن دیگه، پلیر ساده، میرفتن چوب میزدن و میرفتن خونه میساختن واسه خودشون. اما همونطور که گفتم با یه جادو اینطوری شده، اما معلوم نیست که چه کسی این کارو کرده. یعنی امکان داره ویچ این کارو کرده باشه یا امکان داره سازنده ها خودشون خواستن که آیرین گلم‌ها تبدیل به مجسمه سنگی کنن. در کل این بود از زندگی آیرین گلم‌ها. و یه سوال، ویدیوی لانگ بیشتر بذارم یا ویدیوی شورت؟ حتما تو کامنت ها بهم بگو. و اگه از این ویدیو خوشت اومد ویدیو رو لایک، ممنون میشم اگه ویدیو رو لایک کنی. تا ویدیوی بعدی، بدرود.